پیامبر اسلام عایشه رو یاد میکنه، میگه یک شب بگه رسول الله اومد خانه، قصه میگم که میگه لباسش کشید و با پوشید اومد برفت، میگه من تصور کردم که غشیم اومد که پیش دیگه زنهاش برفت باشه. عایشه میگه از عقب شو برمدم کافته کافته برم، میگه رسول الله در جنت البقیه، یعنی صحابه ها زنها و دختراش دعا دارد. میگه دیدم، میگه آهسته میگه گشته تیز اومدم، میگه با رسول الله گشته اومد، میگه که من دمکه داشتم. گفت میگه چقدر دمکه داری؟ اون گفت یا رسول الله، گفت من از عقب تو رهش کرده برفتم. شما میگه چی گپ است؟ گفت وقتی که میگه من جبرائیل اومد، گفت که میگه امشب شب برات است، دعا کن ان شاء الله خدا خواهد در همه شب یک چند گناه ها را خدا نمیبخشید است. کسی که از خدا بترسید توبه که فردا هم غنیمته. یکیش ان شاء الله کسی که به خدا شرک میارد